درود بر شما. برنامه اخباری آزادی است با تحولات اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالو گلخوجت در خدمتتان. قبل از تقدیم مطالب امروز 1 می به سرخط موضوعات توجه کنید. یک فعال شبکه‌های اجتماعی از منطقه رشت درباره لطوکوبی برادرش خبر داده ادعا می‌کند که مقامات بی‌عملی نشان می‌دهند. در گذشته امام‌الدین بابویف روحانی شناخته تاجیک در سن 83 سالگی نماز جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشت 2 هفته خانواده‌های اصیل ضرر دیده برای ساختمان خانه‌ها هیچ کمکی دریافت نکردند. مرا بتا یا میده سمتی که خونه بچه مسوس کنم سمت بتا چون بتا تختم بتا دیوالم پاک زگشته. جنیدالله خدایارов فعال شبکه‌های اجتماعی از منطقه رشت شکایت دارد که اشخاصی نامعلوم برادرش را لطوکوب کردند و مقامات چاره‌ای نمی‌اندیشند. مسئولین میگویند حادثه را تحقیق کرده ایستادند. جنیدالله خدایارov و برادرش فرهاد خدایارov پیشتر از کار مقامات در ناحیه رشت زیاد تنقید می‌کردند و باور دارند که حادثه اخیر فشار به خانواده آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله. خیلی گار شدیم در این حالت با اشراف ثانی ما چیکار هم با من حمله آورد. با گذشت 1 هفته از حادثه سعدالله خدایارov با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خواست به باغ فرهنگی شهرک غرب درآید پاسبان به او حمله کرد. 3-4 مشون زد. ما رو سه نزد چون تصیبات جامعه ایران شبو. خیام با پروبلم نشد برام خود دست نبردم. خیلی گفتم قزور کنید اما لیست ما راز بیاستم ببینیم قزور باشی. دامی حالا برفتیم از حد سمت قاید کساس برفتیم که قفمون نبازدن قفو. مقامات رسما قضیه را شرح نمیدهند. ناظر منطقه جای حادثه برده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایارov 31 ساله حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایارov میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است. شاید پرسشی نیست. 8 روز هم پرسشی نیست. حالا تشخیص تیوی هم روی کردیم. همه چی روی کردیم. تشخیص پزشکان نشان داده است که جاغ سعدالله خدایارov از 2 جای شکسته است ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر میرساند. سعدالله خدایارov برادر فرهاد خدایارov رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارov فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش اشرف ارزویف مدیر باغ شهرک غرب به رادیو آزادی گفت سعدالله خدایارov با 1 نفر دیگر میخواستند به آشخانه نزدیک باغ درآیند و به طلب آنها که آشخانه محکم است گوش ندادند. ارزویف گفت خدایارov را لطوکوب نکرده است بلکه 1 نفر دیگر در راه به بینای پلیس او زده است. امام‌الدین بابویف روحانی شناخته تاجیک معروف با نام مخصوم امام‌الدین در سن 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام‌الدین بابویف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نماز جنازه در دهه چیمتپه کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستمов معروف به مولوی هندوستانی و از همسبقان داملو حکمت‌الله تاجیک‌آبادی گفته می شود. مخصوم امام‌الدین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد اما برای نشر آن فرصت نیافت.
کمیته حالتهای فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایون سال جاری در منطقه‌های گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی میماند. این هشدار در شرایط صدا می‌دهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفت‌های طبیعی 2 هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کولوب در صحبت با محمود جان رحمتزاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند. سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کولوب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاع اولیه سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کولوب شکایت دارند که با گذشت 2 هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سیدعلی عبداللهیف بعد دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد. مقامات اومدن گفتن که زندگی ختم نشود. بگیرین زندگی تمام برو. محله نانوای پایان آبخیزی به چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند به آنها خوراکواری دادند اما مسئله ساختمانی نه. به خانواده سفرما بابایو مکران داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند. من آمده پامش دادن و بلکه مکرانی پوسیدگی های مغازه تو بیرون نبود مترایشون میتون مکرانه ما ایمو پامش راضی نیستم. من یکی مرا بتا آمده سمنتی که خونه بچه مسوس کنم سمنتم بتا چون بتا تختم بتا دیوالم پاک زگشتای. برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف ساکن محله نانوای پایان میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیه ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد. اون خام زنگر پتالوگ نمی شیشتگی اثر کرده نگه نیست کنم میکنم فقط کفیدگی میشه بر ما یادم. آثار سیل از خانه حبیبه طلویه هنوز نرفته است. او حتی پس از 2 هفته به منزلش برنگشته است. خانه را آمدن دیدن یکی یگون کامیرا کردن همش صورت گرفتن همه کار کردن نوشتن یگون نتیجه ندادیست. شتاب دنی رفت مکتوب نوشتم همش کردم ولی یگون نتیجهش ندیدم. از سیلخیزی ها 2 هفته سپری شد و بنا به ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کولوب. برنامه خبری روی دوم میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده توجیکستان در مسکو زن و 2 دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علتهای به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسدها را روز یکشنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشته اعضای خانواده سال 2010 از توجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده شهروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شات از مرد فیروزیوروف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو به حیث مأمور امنیتی کار میکرد. دخترانش در مکتب میخواندند و زنش خانه‌نشین بود. تحقیق حادثه را دادستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دستدرازی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها می باشد. در قرقیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار می آیند اما به پلیس عرض نمی کنند چون می ترسند که بی‌آبرو می شوند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمیا با قصه یک دختر قرقیزی شروع می شود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است. حادثه دستدرازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد زمانی که پروفسور اهل گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد. و اینجا او پایم را قپید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند.
و نمیداند چیکار کند. ندانستم چیکار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آرام شو، همه چیز خوب است. حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می‌خورد که آن زمان سبب‌های رخ دادن این حالت را در خود می‌جست. به جای آنکه از کردار ناجای استاد به مأموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد. بسیار خوب میشد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفته می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجا را روا دید عیبدار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی؟ زنی از 20 تا 38 ساله مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است. هیچ کدام از آزاردیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند. در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند. تنها 16% توانستند به آزاردهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند. درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویر سورابالدی و وکیل مردمی در لیفت بینای پارلمان دچار تمجوعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند. امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تامباکو است. در آستانه این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تامباکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. توی سفر درباره استفاده تامباکو در جهان و تاجیکستان گزارش می‌دهد. این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تامباکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی 8 نفرشان یا بیشتر از 900,000 نفر در اینجا تامباکو میکشند. در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کرانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم. چون وقتی خالی وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سبب‌های استفاده زیادتری سیگار و شیشه است. سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تامباکو میکشند 50% بیشتر از آنهایی است که تامباکو استفاده نمیکنند. در تاجیکستان بیشتر از 5 میلیون نفر سیگار و نوس میکشیدند. خیلی هست که همین نوس هرچند کوشش میکنیم چند بارشون هیچ نکیم بس کرده باشه. این ساکن ختلان بعد از سالها نوسکشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه می‌دهد. حتی اسپات هستند. خواهی همین مثال عمر دراز شوا و سلامتی ناز نوسا می پاتوی سیگارت کتی. نوسا پولش جمع کنی یک کمبودی زندگی می‌شود. مقصد یا فرزند یا پوپشی می‌گیری یک لباس می‌خری یا بهترین کار میشه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به عائله‌ها تولد تا 3 فرزند را اجازه می‌دهد. اعلان مذکور روز 31 می در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین صدر داد. در چین دوام 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون‌ها در زمینه تنظیم عائله به شمار می‌رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما.